حقیقت گوشت روبرو شوید. متشکرم. من ماریانا تیما، نماینده حزب حمایت از حیوانات در مجلس هلند هستم و گروه ما اولین گروه در دنیا برای پشتیبانی از حقوق غیر انسانها در یک مجلس ملیه. اما مشکلات دیگری علاوه بر رفاه حیوانات در دنیا وجود داره. به خاطر همین من امشب میخوام بعضی از واقعیت‌های دردناک رو درباره کاری که نسبت به سیارمون انجام میدیم برای شما بگم و واقعاً خوشحالم از اینکه شما آماده اید با این واقعیت‌ها روبرو بشید. اگر به 10 سال از گرمترین سالهایی که تا به حال اندازه‌گیری شده نگاه کنید، می‌بینید که تمام اونها در طی 14 سال گذشته رخ دادن. دنیا به سرعت در حال گرم شدنه و ما خودمون مسئول اون هستیم. گرمایش جهانی حقیقت داره و قطعاً ما انسان‌ها مسئول اون هستیم. گرمایش جهانی، بزرگترین نگرانی فعلی جهان. همه خودشونو تو چنگال گرمایش جهانی میبینن، از دانشمندا گرفته تا سیاستمدارا تا دبیر کل سازمان ملل و حتی لئوناردو دیکاپریو. ما با همگرایی بحران‌ها روبرو هستیم. تمدن صنعتی خسارات جبران ناپذیری را به وجود آورده است. تا اواسط این قرن به خاطر تغییرات محیط زیستی حدود 150 میلیون نفر آواره خواهند شد. نه تنها ساعت آخر که دقیقه‌های پایانی است. اما فیلم دیگه هم هست که توسط برنده جایزه صلح نوبل الگور ساخته شده که حقیقتاً در نشان دادن اهمیت این مشکل جهانی بسیار موفق بوده. این فیلم با نام یک حقیقت تلخ ندای واقعی برای بیداری دنیا بود. این فیلم برای الگور موفقیت بزرگی بود، اما او یک موضوع نسبتاً مهمتر رو فراموش کرده. پیامد گرمایش جهانی بسیار عظیمه. محققان آب و هوا از هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی سازمان ملل تخمین زدند که تا سال 2100 1 تا 3 میلیارد نفر شدیداً نیازمند آب شیرین خواهند بود. گرسنگی در سراسر بخش‌های بزرگی از کره زمین افزایش خواهد یافت. از این رو جای تعجب نیست که همکنون بیشترین نگرانی ما مربوط به آب و هوا باشه. هر کسی که فیلم الگور رو دیده میدونه که زمین ما در وضعیت بدیه. گازهای گلخونه‌ای باید کاهش پیدا کنند. این مسئله جزء لیست کارهای همه رهبرای جهانه. دلایل گرمایش جهانی باید همکنون برطرف بشن. و بنابراین ما باید با همدیگه بزرگترین منتشر کننده گازهای گلخانه‌ای رو در جامعهمون شناسایی کنیم. شما چی فکر میکنید؟ منابع گازهای گلخانه‌ای چه چیزایی هستن؟ ماشینایی که سوار میشیم، آبی که هدر میدیم، تمام زبالهایی که بدون توجه بیرون میریزیم. من اینطوری فکر میکنم. ماشینا، اتوبوسا، صنایع سوخت‌ها، مصرف انرژی، تمام دود خودروها شاید به خاطر زیاد بودن وسایل نقلیه. دودای توی هوا، تمام این گازا، مردمی که تو شهر رانندگی میکنن، خودروها، کارخونه‌ها، هواپیماها. فکر میکنم صنعت هوایی کمکی نکرده. منظورم اینه که یه هواپیما میتونه در سراسر کشور پرواز کنه و این باعث تولید 40 تن کربونه. 40 تن خیلی زیاده. من فکر میکنم در یک کلمه به خاطر آلودگیه. نیروگاه‌های زغال سنگ و نیروگاه‌های گاز. مردم بیشتر از نیاز انرژی مصرف میکنن. ما خیلی اسراف میکنیم. مصرف بیش از حد گازها و نیروگاه‌های سوخت زغال سنگ، خصوصا در چین. تمام آلودگی‌هایی که ما هر روز وارد هوا میکنیم. همه موارد یکسانی رو میگن. به خاطر خودروها، هواپیماها، ماشینالات صنعتی، به علت روشن گذاشتن چراغامون،